فکرشو بکن. بارسا قهرمان لیگ شد ولی آخر فصل جلو چش هواداران میبازه. ویریال دقیقه 4 زد تو قلب بارسا. بازی همون اول به هم ریخت. این گل اول بود. گل دوم بارسا هنوز گیج بود. دومی هم خورد. همه تو شوک بودن. و اما بارسا، بازیکن 17 ساله‌ای به اسم لامین یامال یه تنه برگشت تو بازی. گل قشنگ، یه کورسوی امید. اوج هیجان، فیرمنزه مساوی. هوادارا گفتن این همون بارساست که میشناسیم. ضربه نهایی، ولی دقیقه 80 بوکانا اومد و کار بارسا رو تموم کرد. اما بارسا این بازی رو باخت ولی قهرمان شد. جامو برد بالا، جشن گرفت. آخرش تلخ بود یا قشنگ؟ اگه بارسایی لایک رو بکوب ببینیم چند نفریم.